سلام و درود خدمت دوستان گرامی. خیلی خوش آمدید به این ویدیو. در این ویدیو قصد دارم برای شما طریق فایلسازی 120 fps را برای گوشی‌های سامسونگ آموزش بدم. بدون معطلی ویدیو را لایک کنین، چنل سابسکرایب و از زنگوله بغلش هم روی آل قرار بدین. بریم سراغ ویدیو. بله دوستا، اول میریم وارد تنظیمات میشیم و fps گوشی را بر شما نشان میدم. قسمی که میبینین تا اولترا بیشتر نداره و این میشه 45 fps. بله دوستان، در قدم اول شما نیاز به این سه تا برنامه‌ای که روی صفحه می‌بینید دارین. یکیش 90 fps است، دیگه شیزوکو و اون یکیش هم ترموکس است. اول از همه این سه تا برنامه را نصب کنید شما. بعد به یک وای فای متصل شده و وارد برنامه شیزوکو شوید. گزینه دوم بزنید و روی نقطه سرخ کلیک کنید. در اینجا اجازه اعلان‌ها را بدین و بیرون بیاید. ولی دوستان روی استارت کلیک کنید. وارد گزینه‌های تهیه کننده میشین. البته اگر گزینه‌های تهیه کننده را از شما فعال نبود، برای شما آموزش میدم که چه قسم فعال کنید. من از خود خاموش میکنم و قسمی که میبینید میگه که اول گزینه‌های ارائه دهنده را روشن کنید. وارد تنظیمات گوشی شوین. صفحه را به پایین اسکرول کنید. نوشته که درباره تلفن. روی درباره تلفن کلیک کنید و روی اطلاعات نرم افزار کلیک کنید. کمی پایینتر نوشته است که شماره ساخت. روی شماره ساخت شما که 7 دفعه کلیک کنید 100% گزینه‌های تهیه کننده برای شما فعال میشه. بله دوستان، وارد گزینه‌های تهیه کننده شوین و وقتی صفحه را کمی به پایین اسکرول کنین نوشته است که اشکال زدایی USB را فعال کنین و به یک وای فای متصل شوین. وقتی که به وای فای وصل شدین کمی پایینترش هم نوشته اشکال زدایی بی سیم. وارد اشکال زدایی بی سیم شوین و وقتی که روشنش کردن روی اجازه دادن کلیک کنید و جفت کردن دستگاه با کد مرتبط سازی را کلیک کنید. بالا اعلان چیز میآید، اعلان شیزوکو میآید. روی اعلان کلیک کنید و کد که اینجا نوشته شده را در بالا درج کنید و روی گزینه ارسال بزنید. بله دوستان، اما قسمی که خودتان مشاهده میکنین شیزوکو در اینجا وصل شد و به خوبی کار میکنه. وارد برنامه شیزوکو شوین، روی گزینه استارت کلیک کنید و احتیاج نیست کار اضافه انجام بدین. فقط در بالا روی گزینه ضبط در کلیک کنید. وقتی که صفحه بسته کردین یک گزینه بر روی همون گزینه کلیک کنید و برنامه 90 fps فعال کنید. وارد برنامه 90 fps شوین دوستان، گزینه پایینی را کلیک کنید و کمی صبر کنید. وقتی که لادینگش خلاص شود اینجا برای ما میگه که یک تا اد بیارم یا همون یک تا آگهی بیارم. روی یس کلیک کنید و کمی منتظر شوین. حالا آگهی میاره یا نمیاره فرق نمیکنه و بعد از او شروع میکنه به ادامه کار. و وقتی که این نوار رو دیدین دوستا صبر کنید تا آخر بره و ایران بگم که برنامه ترموکس فقط نصب کنید. مهم نیست که رویش کلیک کنید یا برنامه را باز کنید یا نه، اصلا هیچ مهم نیست، فقط نصب داشته باشین روی گوشی. بله دوستا، قسمی که میبینین در رو پایین نوشت که 120 fps آنلاکت. روی گزینه لانچ گیم کلیک کنید و وارد بازی شوین. دوستان عزیز، اگر تا اینجای کار پیش آمدین و از ویدیو خوشتان آمد لطفاً ویدیو را لایک کنید و یک تا کامنت هم بذارین. چنل ما رو سابسکرایب کنید. دمتان گرم. بریم سراغ تنظیمات پابجی موبایل. بله دوستا، وارد تنظیمات میشیم و قسمی که میبینین برای ما تا گزینه 120 fps آورده، ولی گوشی ما چون 60 fps است روی اکستریم یا همون 60 fps میذارم، چون اگر بالاترم بذارین ممکن است که لگ بگیره گوشیتون. و نکته دیگه ای که ایره برای شما بگم که لطفاً ویدیو را لایک کنید، چنل را سابسکرایب و زنگوله بغلش هم فعال کنید. وارد تنظیمات گرافیک شوین و در این قسمت برایتنس تا مثلا تا 100 کم کنید که گوشی شما داغ و لگ نگیره. همچنان نور صفحه گوشی خود هم همیشه کم بذارین تا وجهی که میتونید، به خاطر که گوشی داغ نمیکنه. این بود از آموزش امروز. اگر به کارتان آمد حتما ویدیو را لایک کنید و به همراه دوستانتان شریک سازید. چنل سابسکرایبش یادتان نره. تا یک ویدیو دیگه، خدایا رو نگهدارتان.